سلام و سلام به همه مسئولین لشکری و کشوری و هیهوری و دگوری و باباوری. دشمنان این روزها تبلیغ میکنن که نظام ما در گل بحران ها مثل خر گیر کرده است. امروز برای بچه های وزیر گرد همدیگر را آوردن تا آخرین دستاوردهای مالش بنیان دانش بنیان نظام رو ارائه دهند. ابرام اولی رو کن. عظما جان، این راه حل ما برای بحران گازه. این بسیجیان جان بر کف رو سامان دادیم که از صبح تا شب هی گاز بزنن. هر کیم خواست بیاد با اینا گاز بزنه. برادرها گاز بزنید. آورین پس مشکل گاز حل شد. حالا بگو برای مسکن چه کردی؟ عظما جان، مشکل مسکن رو هم به شیوه خارش بنیان ببخشید دانش بنیان حل کردیم. این همه مسکن درست کردیم. آورین این مسکن ها رو تو کدوم استان ساختی؟ بله، در استان لبنان، در استان یمن، در استان سوریه. آورین پس مسکن هم حله. این دلارها رو هم اگه بتونی ردیف کنی کار تمامه. ای بابا، اون هم حل عظما جان. دلار، ای جان دلار، بیا پایین. اومدم پایین، بگی منو. خب پس به حول قوه قلمی دلار هم پایین اومد. عظما جان، دیگه مشکلی نیست که من حل کنم؟ نه دیگه، مشکلات زمین رو حل کردیم. برون منقل دانش بنیا رو بیار، دست جمعی بریم سراغ مشکلات فضا.